الهی در بگیر ای زمانه قصبم یار خوششته نتانه الهی خانه شیطون خراب شه اینجایی برو رفتو هم که بیری میشی میری نه راه نه دگه نه ایبر نه ایبر و سر سرا بدون دیگه بس دگه که ما به تو کار دارم کجا میری؟ بابا دل من مثل دل گه و خر بر یک گشنگی بفتاد گیلک نه میگن صبح به گیلک گفتم ورد میگن دوما رو به اسیا و برگ راه خور بگرفته برفته خو حال چاش که بریم مگر بر به پیش خو کنی بخوری خو خر دینامت برده بود تا فرغون ور میدیشتی میبردی مدام مگر خره باشه که تو با بال خر ببری گندم فرغون کسی نما یی کنه ها می تاکسی بگیرم رو برات تاکسی که بالکو ببر به اسیا خب دیگه نمیشه دیگه دیگه این قیافه به چی روز به درد میخوره هم که شکم تایف دل من از گشنه یا ولی دل من از هم که شکم تایف دل من از گشنه یا بیان دولم بوسه بخورم برای دل من ازی دل من از گشنه برای دل من از گشنه یا برای دل من از گوشنی مردم شکم تو تعم افته میای خبر نمیشه که از کجا میای از کجا پیدا میشه دولم بوسه بردار به دهن کوکو میگم ای من خودی تو گپ میزنم ایستاده خیلی میشه مثل اسب گردی بری بابا مونده اگه مونده نباشه من بیکارم خیلی تو کجا بیدی از صبح به من چند تا کو اوار کردی اله گندمار به اسیا نبودی مونده ای این بوخای که دیشب تر شدی بدون همه تعارو کردم البته من عجب اون سیکو خورتا ابی تو تعارو کردی که خدای خوش باد خور ها گیلک ورد رفعش بیجی گندم هرچی میتونی ورد ببر یا بروی خر یا بروی فرغون به تا فرغون ورد ببر به چینگ سرک به اسیا کجیر از او قرضدارم هستی مگور برار من رمزون به تو سلام میگفت رد سلام گفته اینا رو امارت که به پولاتور میدم لکه جمی ها خب با نگه بری که با من نمازدگر بیام نه نگه نون نیه که مثل صبح میشه باشه نون نخورم یادن به من لنگ من نمیره حال نه ره که اون از او سر دو تا نون قصد که برو تیاره بخور اگه تری بری نون قصد کردم به چاش داخل خب شکمبه داریم چاشت خب میگم برو بخور هرچی هست بخور برو نون خوردی خیلی نمیشی میری گندم رد میکنی خب اگه من خیلی نبود میرم به خدا بیام تو نمیخ زبزنم که تا به سوال نمازدگر گریه تو خیلی بشو یا پردی گوش میره از گوش پردیری میشه شامده شما سب کن سب کن گله سب کن شتینی جنجوری یا راستی بخیر یا راستی جنجوره چی مثل گله چیز چی مستم تو بگم چی میفهمم چی مثل آها خال ما کجایه خر شما آه. به طبق چی مونه چیکار میکنی ای خوب میاریم خب از صبح طور خاکا خلاص نشد اینطور گله ما صبح از شما استونه مخرد خلاص شده برای ما گندمان میبره بسیار صبح همی خره بدادیم به دست معامل پس با مایم بستونه خب گندمان خود میبرن زلی بسیار ما پیارت بیامده خر بستون گندمان خود حالی میبرن که بکار دارین گله خره حالی پیارت به طبقچه هم به طبق چه ما میرم که نون بیارم بزینو نون ببری آه چاش چی داره شوروا شوروا خب برو اگه میشه چه شده بکن نون نخوردم الده برو چه شد من میرم پیش بیارته برو بیار بعد که من یک لقمه بخورم برو بده چی برقا را گیلا برقا را برقا؟ نداری پیغه دام خوش که تو بخواب شی برقا را؟ آه دگه نه بابا آه دگه نه
بابایی نداره گیلک چیه گندمه گندم دو بیچی گندم دگم هست هفت تا بگی دستم تو بیا هفت تا هشت دگم هست منو خر ماندگه کسبه هرچی گفتن خر دگم میته بدی ها هنه بیتون دو به خیریت شورده به کارکبات بیایی براره چره؟ 17 ساعت داری 17 ساعت دارم بیایی یا نه دسته چین بلال من گفت تکفاش بیجی اینا رو آرد کنیم انه اینا و اونا رو با خودی هم میاریم برو پولا خونه آوردی اینا رو هم تبقل نمیگه جایی اینا اون قارد نمیشه برو پولا با خودی آرد با قبضی بخی چره؟ برو جو چری داره تو قرض داری برو چند قرض داره؟ 17 ساعت خب میگم اینا و اونا رو بلال رو بیارم ها اونا رو با شما آرد کردم که گل بچینو اینا را با آرد کنو بنداری ببینی که گلای بچینو من سر بابا بخیر نانی من به خودم اونا میده کرکر به تا چه داره ایده که به تا چه شکومه داشتیم به تا و شکومه رو ایده که یک نمانو نداره اینا آرد که برو من پولتو میارم برو خدا کله که نکنه تا آردانی کله رانی همین کله که ای خود فرنگتون شهید تو سه کمر بسته آرد کرد به خدا اگه ببریدی لگ بفهمیدی اگه تو هم اینا رو ببریدی که من بچه پیار خونه باشم بودی فرمای شکستی خوبی آمده خواب بکن نگرده دوزه با من گندم آرد خواه کردم بفهمیدی تو همی پولایی که ببردی نوردی با دگه گندم آوردی با خودی تو گپ میزنم برو رمال مدار سیار بسته کردم بیامدم آره که من که کار دارم بگر 1 ساعت بعد آردا خوبر داریم بیاریم سیا بگر تا 1 ساعت دیگه به خیر میام به سیا میام خوبه برو چند من آردا شما 3 بیجی 12 منه خوبه برو رمه گپ بینیه بقیدم 1 ساعت بعد میام به سیا به شما زنگ میزنم که دو مکا خوره ای کنه 1 دقیقه برو گوشی به دست شما کجا میری؟ ما سولیام به اسیا بیام لالا سعی کنیم اعمال آردکا گندما خوبار کنیم بیاریم به سیا آنی برار میای به سیا تبدیل دیم به دست سبا بیایم برات اینا سبا نمازدگر بخیر با بیایم برات گندما خوبه خوب بخیر باش خدا حافظ رد کنین لالا جمع گلجو کلیا لالا مرد گندما خون میاره به سیا بفهمیدی کلی درد کنه میگه 3 بیجیه قرار کرده اونا رو بستو به سیا بچی قرار کرده 1 چیز دیگه گیلک میآید گیلک اگه همون 17 صد روپیه قرض داره بیامد برات آردار مبری و نزدون گفتم تا 17 صد خود نوردی دیگه به در دیدی کن نایی که به سنگ میدنم به تا سر تو که مقدا سر تو بیرو شه ندی آردار بری و برو گفتم 17 صد قرض دار ها تا نه اور پولار ندی به دستی برو خوبه چرا خوبه برای کنن اونا شما یخ میکنن خوبه